درود بینندگان عزیز، بخش نوبتی برنامه خبری پیام نیوز را آغاز می نماییم. در استودیو با شما شهرت رحمت الله. اینک متوجه باشید به سرخط مهمترین خبرهای روز. مراجعت نمایندگان جامعه مدنی تاجیک به سازمان‌های بین المللی حقوق بشر. صدقه 6 میلیون دلاری امارات عرب به امام علی رحمان. به زوجه محمد علی حید اجازه واخوری با شوهرش را داده‌اند. ریاست امور داخلی خوجند حجاب 643 زنی خوجنده را با راه فهماندهی بدر کردن است. نمایندگان جامعه مدنی تاجیک ضمن یک مراجعت به سازمان‌های بین المللی حقوق بشر از آنها تقاضا کرده‌اند به بیدادی‌ها در زندان‌های تاجیکستان رسیدگی کنند. در این مراجعتنامه از کشته شدن دو فعال حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، ناظم جان تشریپوف، قربان منانوف و با خطر مواجه بودن سیف‌الله زاده و حید یادآوری شده، اظهارات مقامات تاجیک زیر شبهه برده شده است. ما به سازمان‌های بین المللی حقوق بشر مراجعت می‌کنیم و از آنان درخواست می‌نماییم تا از مقامات تاجیک تقاضا نمایند که به قانون‌های خود پایبند باشند و امنیت زندانیان سیاسی را تأمین و حقوق آنها را مراعات کنند. اولین و مهمترین حق آنها این است که برایشان اجازت بدهند تا پزشکان، همچنین از کمیته بین المللی صلیب سرخ و سازمان پزشکان بدون مرز از آنها دیدن به عمل آورند و نیز حق آنان در دیدار و ملاقات با بستگان و نزدیکانشان کاملا تأمین گردد. تنها در همین صورت است که مقامات تاجیکستان می توانند خبری مدهشی درباره آزار و شکنجه آنان، بدرفتاری‌ها و برخوردهای خشن با این محکومان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پایان ببخشند. متن پوره مراجعتنامه را در سامانه پیامنت مطالعه کنید. زمانی که منصبداران تاجیکستان با خودروهای قیمتشان بالاتر از 30,000 دلار رواع می‌کنند، مقدار مبلغ واردات کمک‌های خیریوی حدود 700 میلیون سومانی افزایش یافته است. اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی نزد حکومت تاجیکستان در خبرگزاری دولتی خاور اطلاع داده است که در ظرف 6 ماه سال روان به تاجیکستان از جانب کشورهای گوناگون جهان به مبلغ 650 میلیون سومانی کمک‌های بشردوستانه رسانیده شد. عبدالکریم رحیموف، سردار ریاست اگنتی ذخیره‌های مادی دولتی گفته است: به تاجیکستان از روسیه به مبلغ 2,087,000 سومانی، آذربایجان نزدیک به 4 میلیون سومانی، پاکستان بیش از 7 میلیون سومانی، فوند مؤسسه خیریوی خلیفه بن زاید آل نهیان امارات متحده عرب نزدیک به 6 میلیون دلار، قزاقستان 800,000 سومانی و ترکیه 400,000 سومانی کمک‌های بشردوستانه رسیده اند. در حال از خیریه‌های رسیده یادآوری می شود که این خیریه‌ها در کجا مصرف می شوند خبری نیست. مصرف مبلغ و اشیای خیریوی در تاجیکستان سری بوده، از آن تقریبا گزارش ارائه نمی شود. قابل ذکر است که هر سال 19 اوگوست روز جهانی کمک بشردوستانه قید کرده می شود. پس از دوتاز به مقامات ذی‌دخل بعد شنیدن خبر مجروحی شوهرش به سورنیسا جورایوا زوجه محمد علی حید میسر شده است اجازه واخوری با شوهرش را برای پگاه دریافت کند. بعد مراجعت به دادگاه، جبار ستارزاده معاون رئیس دادگاه عالی و قاضی پرونده نهضتیان سند اجازت را صادر کرده است. در سر ریاست اصلاحی محبس‌های وزارت عدلیه به سورنیسا جورایوا گفتند که پگاه روز قبول راهبر این نهاد عزت‌الله شریپوف است و اگر شکایت دارد میتواند رساند. اما فردا این مقام به واخوری محمد علی حید با زوجه اش اجازه خواهد داد یا نه، سؤالی مطرح باقی میماند. ریاست امور داخلی شهر خوجند 643 زن حجابدار را به قید گرفته است. این نکته را امین جلالوف، سردار این ریاست، در جلسه کاری شهرداری خوجند ابراز داشته است. با گفته جلالوف، کارمندان پلیس از اول سال روان در بازار و فروشگاه‌های شهر 40 رید گذرانده 643 زن حجاب پوش را آشکار کردند. با تاکید سردار ریاست امور داخلی خوجند، با این زنها برای پوشش لباس ملی کارهای فهماندهی برده می شود. از تجربه که دیده شده است، کارهای فهماندهی این مقامات پلیس تهدید، فشار و تعقیب می باشد که این 643 زنی بیچاره من بعد گرفتار خواهند شد. بینندگان عزیز، حالا شما را به برخی از خبرهای دیگر منطقه و جهان مختصر آشنا می سازیم.
طبیبان شهر تاشکند ازبکستان را آگاه کردند که 3 سپتامبر برایشان موسم پختچینی آغاز می شود. آنها را با نوبت به صحرا می برند. سال جاری یک نوبت از 13-14 روز عبارت خواهد بود. هر کارمند ساحه تیپ عهده‌دار است که در یک روز 70 کیلو پخته جمع آورد. مشتنی برزیل روبسون کونسیساو در بازی‌های تابستانی المپی ریو 2016 در مسابقه های بوکس میان مردان در وزن تا 60 کیلو برآمد نموده تمام حریفان خود را دچار شکست ساخت و به دور فینالی رسید و عنوان چمپیون المپی را به دست آورد. در دور دومی رقابت‌ها آید به بوکس میان مردان در وزن تا 60 کیلو در ریو رقیب مشتنی شناخته تاجیک انور یونوسوف محض همین ورزشکاری برزیلی روبسون کونسیساو بود. چون دست ورزشکاری تاجیک لت خورده بود، سبقت با پیروزی کونسیساو به پایان رسید. در المپیاد بین المللی از فن اینفرماتیک در شهر قزان روسیه، طالب علمان تاجیکستان یک مدال نقره و یک مدال برنجی به دست آوردند. خواننده صنف دوم لیسه برای کودکان لیاقتمند فرهاد حکیمیان به گرفتن مدال نقره و خواننده صنف 11 لیسه اینترنت تاجیکستان نادر دمینوف به گرفتن مدال برنجی المپیاد شرفیاب گردیدند. اینجا به پایان برنامه خبری پیام نوز رسیدیم. برایتان خبرهای خوش و استراحت خوب تمنا میکنیم. خیر، خدا نگهدار.